دوستان عزیز، یک کتاب است به نام اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان این کتاب است که در احادیث شیخان، یعنی امام بخاری و امام مسلم دو کلش چی شده؟ فيما اتفق عليه شيخان، يعني اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يعني احادیثی که دو شیخین بخاری و مسلم رحمهم الله اتفاق کردن. این کتاب است به نام اللؤلؤ والمرجان. در یک حدیث است که یعنی حدیث است که متفقون علیه است، بخاری و مسلم هر دوش روایت کردن که انس رضی الله تعالی عنه میگه که کان النبی صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با اخلاق ترین مردم بود. چه قسم با اخلاق ترین مردم بود؟ کان لی اخون، میگه من یک برادرک داشتم خودترک، یقال له ابو عمیر، نامش بود ابو عمیر. و قال احسبه فطیم، میگه من تو گمان میکنم که از شیر دیگه نو جدا شده بود. و کان اذا جاء، میگه وقتی که باز رسول الله صلی الله علیه و میامد، قال میگفت که یا ابا عمیر، برش میگفت که ای ابا عمیر، ما فعل نغیر، میگه نغیر تو مرغه که تو چی کردم؟ دیگه بازور میگه چی هست؟ میگه یعنی کان یلعب بهی، و میگه متفلکت از پرندگک بازی میکرد. و وقتی که باز رسول الله صلی الله علیه و میامد نور پرسان میکرد که یا ابا عمیر ما فعل نغیر، میگه نغیر چی کرده یا ابا عمیر؟ اخ فهمیده؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.